بزرگترین هدیه من و شما برای جهانیان دعوت لا اله الا الله به جهانیانه. هنگامی که این مجرم، این انسانی که از الله فاصله گرفته، این انسانی که سالهاست در قلبش اون تاریکی کفر، اون قلب رو سیاه و آلوده کرده، وقتی که لا اله الا الله میخونه چه منظری است. بودم در اون مجالس در شهر پولاد، زادگاه شاه ولی الله رحمه الله، محدث و مفسر مشهور و معروف. اسم دوستا رو گذاشتن قریة الصالحین. از دهلی از بزرگان اجازه گرفتیم که برای دیار بزرگان زادگاه شاه ولی الله اونجاست و این یک منطقه ای هست که یک طرف دیوبند، یک طرف سهارنپور، یک طرف گنگوه، یک طرف تانبابند، بیسانی، جنجانه که زادگاه پدر مولانا الیاس رحمت الله علیه، کان دهلا، اینا تقریبا در یک منطقه ای که با فاصله های کمی با هم. اجازه گرفتیم که دیدن این منطقه بریم. اهل پولاد خبر شدن که مهمانی میاد و کنفرانس سیرت گذاشته بودن. خیلی مهمان نوازن، از آنچه که قدر یک مهمان بیشتر قدردانی میکنن، به خاطر اونها نزد الله خودشون هم خیلی با ارزشن. قدردانی من و شما نزد الله به آن اندازه است که از مسلمان ها قدردانی بکنیم. این رو خوب بدونیم که اگر تو مسلمان را با عزت و احترام نگاه میکنی و برخوردت با مسلمان محترمانه و با عزتمندانه هست، مطمئن باش که نزد الله تو احترامی داری و نزد الله جایگاه و مقامی داری و اگر خدای ناکرده در نگاه تو مسلمان حقیره و برخوردت با مسلمان غیر محترمانه. ابن مسعود میفرمایند این انسان پست و ذلیل میشه، حتی از حیوانها هم در نگاه اهل آسمان پستر و ذلیلتر میشه که خدای ناکرده مسلمان را که از کعبه احترامش بیشتره از خودش کمتر بدونه. یک مسلمان روی زمین را اگر از خودش کمتر بدونه، حتی همون بزرگترین گناهگار را، همون مجرم و خطاکار را، کسی که شب و روز آلوده به گناهه، اما حق نداری که در فکرت این بیاد که من از او بهترم. هرگز این اجازه رو اسلام و الله به تو نمیده. مسلمان با تمام گناهانش هم از کعبه محترمش بالاتره، احترامش از کعبت الله بالاتره و احترامش از خانه خدا بالاتره. مسلمان رو اگر با نگاه احترام نگاه کنی نزد الله محترم میشی. مسلمان رو کمک کنی الله تو رو کمک میکنه. مسلمان رو ستاری کنی الله تو رو ستاری میکنه. مسلمان رو انفاق کنی الله درهای عطا رو برای تو باز میکنه. مسلمان رو خوشحال بکنی الله تو رو شادمان و خوشحال میکنه. بر مسلمان رحم بکنی الله بر تو رحم میکنه. بر مسلمان رو کمک کن الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. این بزرگواران خبر شدن که مهمانی میاد، جلسه گرفته بودن. وقتی که صحبت شروع شد سبحان الله اون مسجدی خیلی پر نور بود که این دوستان خدا شاه ولی الله و فرزندشون اهل الله زادگاهشون همونجا و مسجدشون بر همون سبک قدیمی هنوز بود. مسجد بزرگ نبود، مردم تجمعشون زیاد بود، بیرون مسجد هم بودن. باران شروع شد، من صحبت رو تموم کردن، گفتن نخیر ادامه بدید. گفتم برادرانمون رو آفتاب نشسته اند، اونا خوشحالن. صحبت طولانی بود، عشق و محبت اونها با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم زیاد بود. منم ساعت نگاه نکردم، 1.5 ساعت بیشتر صحبت ادامه داشت، نزدیک 2 ساعت بود. بعد خبر شدم که بیشتر از این مردها تجمع خواهران بوده، گناه هم همشون باران بودن. بعد از این که تموم شد میخواستیم بریم خونه یکی از دوستان برای شام
عثمان که تقریبا 13 سال قبل مسلمان شده بود دست منو گرفت، گفت برای شام نرو، اول بیا کار دارم. عثمان چه کار داری؟ دوستان ناراحت نشن که اگر نریم. گفت من باشون صحبت کردم، بیا که امروز آرزوی دیرینه من برآورده شده. 13 ساله شب روز تلاش میکنم، دعا میکنم که بابام رو الله هدایت بده، پدرم اسلام قبول بکنه، اصلا قبول نکرده. الحمدلله مادرم، خواهرهام، برادرهام اسلام قبول کرده اند. در این 13 سال فقط همین یک پدرم مونده و همیشه قلبم نگران بوده که اگر با حالت کفر بره برای همیشه تو جهنم میره. امشب بابا میگه من مسلمان میشم، از همه چیز لازمتر اینه، بیا بریم. وقتی که رفتیم نشستیم، من به باباش گفتم که بابا جی، چاچا جی کیا بات ہے، چی خبره؟ گفت که من هنوز پیامبر رو نشناخته بودم. این پیامبر با این همه مهربونی هاش، این پیامبر با این همه همدردیش برای بشر، این پیامبر که من زندگی شنیدم، من میخوام دینش قبول بکنم. اون لحظه که انسان میگه بخون لا اله سبحان الله، نه او میتونه اشکشو نگه بداره، نمیتونه اشکتون کنترل کنی. و اون کسانی که موجودن همه اشکهایشون سرازیر میشن. کفر سالیان آتش کثیف کفر را در قلبها لا اله الا الله خاموش میکنه. لا اله الا الله جنت براش واجب میکنه. لا اله الا الله جهنم برای همیشه برای او حرام میکنه. لا اله الا الله این هدیه است که من و شما برای جهانیان داریم که قلبها بدرخشن با لا اله الا الله. این وقتی که تو دل میاد، این دل فریاد میکنه الله از من چه میخواد و آنچه که الله میخواد برآورده کردنش بزرگترین انگیزه و هدف زندگی قرار میگیره. همین اسمش دینه. دین را به جهانیان تقدیم کنیم، اما قبل از تقدیم کردن دین لا اله الا الله اون سرزمین رو، اون زمین را آماده کنیم برای پذیرش این دین، تقدیم کنیم به جهانیان. اما قبل از این که هدیه با ارزش دین تقدیم بکنیم، آن توانمندی را که بپذیرن این هدیه را به اونها تقدیم بکنیم. مثال سادهش در همین سفرمون در یکی از کشورها فرزندانم نماز نمیخونن، نگران بود، اومده بود نزد ما، عرض کردیم که مثال ساده صحبت ها که یک شخصی هست که بهش میگه که اونجا 1 کیلو طلا گذاشته، این طلا رو بردار، فقط نیم ساعت وقت باقی مونده. اون وقت نماز عصر نیم ساعت مونده بود. اگر تا نیم ساعت این طلا رو بر نداشتی، این طلا رو بر میدارن و دوباره هرگز تو به آن دسترس نخواهی داشت و هرگز به تو این سعادت و این سرمایه نمیرسه. اون از جاش حرکت نمیکنه، عصبانی میشی، طلا بردار، و از جاش حرکت نمیکنه. تو خشم میگیری، طلا بردار، و از جاش حرکت نمیکنه، تا اینکه جلوی نگاهش اون طلا رو بر میدارن و برای همیشه میبرن، اما این از جاش نمیره و طلا بر نمیداره. بعد میگه چرا این کارو کردی؟ میگه حقیقت اینه، 1 هفته است که من 1 لقمه نون نخوردم، فقط چند قطره آب میتونم بخورم که خورده ام که نفسم و رمقم هست، و الا از جام نمیتونم حرکت کنم بیهوش میشم، به زمین میافتم. به این خاطر نتونستم طلا رو بردارم که 1 هفته من غذا نخوردم، بدنم ضعیف و ناتوانه. یک بار متوجه میشه از اون طرف یک عقرب داره میاد، بهش میگی فرزندم، عزیزم، دوستم، از جات حرکت کن. عقرب داره میاد تو رو نیش میزنه، نمیشنوه. فریاد میزنی، میگه میشنوم اما نمیتونم. عقرب تو رو نیش میزنه. این عقرب غیبت خطرناکه، تو رو نیش میزنه. این عقرب دروغ متعفن و گندیده تو رو با الله دشمن خدا قرار میده.
اما از جاش حرکت نمیکنه. عقرب میاد او رو میزنه، غیبت بر زبانش میاد، دروغ نمیتونه خودشو کنترل بکنه. این نیش عقرب وقتی که میخوره فریاد هم میکنه، بعد بهش همدردانه میگی چرا حرکت نکردی، چرا فرار نکردی، موندی تا عقرب تو رو نیش زد. میگه حقیقت اینه که یک هفته کامله که من یک لقمه غذا نخوردم، توانایی ندارم که از جام حرکت کنم، به این خاطر موندم و این نیش عقرب خوردم. امروز حقیقت اینه که جوان مسلمان و تمامی انسانهای روی زمین ما وظیفه داشتیم بهشون غذای روح رو تقدیم بکنیم. و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا. و غذای روح مهمه، غذای جسم اینقدر اهمیت نداره. این جسم با من شما چند صباحی هست دوباره خاک میشه، از خاک آمده به خاک میره. اما روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح باقیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. این روح که درهای آسمان باز میشن، این روح انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. این روح غذای روحی که تو رو برای نماز میاره، غذای روحی که انسان رو برای هر کار خیر موفق میکنه، غذای روحی که انسان رو از هر بدی و زشتی و گناه باز میداره. امروز امت اسلام و جوامع بشر نیاز به غذای روح دارن که مهمترین غذای روح لا اله الا الله. این باور بشینه که فقط از الله میشه، بقیه همه فریبن، از هیچ جا هیچ چیزی انجام نمیگیره بدون از امر و اراده الله. غذای دوم روح که انبیا می آوردن و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. انسانها دین آسانه، دین صفا داره، بی دینی مشکله. که این دوتا غذا را در اصطلاح امروز جامعه تبلیغ من و شما میگویند حلقه های ایمانی، حلقه های فضائل، تعلیم. اینها را قدر بدونیم، در هر مسجد و خانه خودمون و همه اهتمام بکنیم و هر منزل رو با این اعمال آباد بکنیم و در راه الله تشکیل بشیم تا این دوتا غذای مهم روح را به خودمون و جهانیان تقدیم بکنیم. الله تعالی به همه من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید.